Terry Rustan at the Czech. در نشنه که دا لزانینگاه بلمان هاتا دارخستن بو چندین کسا انجمن کاروبار جهانی به هفکاری سنتر کاروبار نیو دولتی لزانینگاه بلمان نازناو ویرال کوست یا اکادمی را گهان ان سمیدینگ هوف گل سال 2003 دا دم کاری دا به صدام تقینا اتومبیل کا بمبگیری لافغانستانه گیان خوکره قربان World Affairs Council puts together panels like this frequently to bring استنامه سیمینرین وکو وی پیکتینه جبو گوگل بگینه باهف و لسر مجارن جهانی ین گرینگ گفتگویان بکن 2 سالن لروجلاتا ناوین روجلاتا آسیای گلک بوگرین گرینگ چیبونه تواهی وان بابتا وکو بازرگانی بروانی اولهی نتوی جبو کنسیات کلین جهانی گلکی گرینگن و بومه گفتگوین وی آوایی لسر وان بابتان به جواتی را گلکی بواتیه هر وسط دویشوی دا چندین قطابین آمادهی هیومن فاگ هاتن خلات گرن که او ده نینراتیا تنسی لواشنطن دی سی کن و ده هینه ناساندن. پانیلا سرکی یا گردبونا افشوه دا هات پیشکش کرن لسر سیاست دروی امریکا و لسر دم ترامپی جلاه سفیر باور سکلیچر و پروفیسور شوارتز. It's always helpful to get the هردم رامان کسین لدورین جدای دنیای کو دیپلماسی کرینه گرینگه وکی هند زانن از مامستای عرناسی ما و از بگلگ هیز باور دکم کو ام بشک جواتا گردونینه. teacher. I feel so strongly that we are part of a global community. Trump doctrine per se. What I see is more way as a moral compass leader in the world. استیولی پرانی آخفتنام دبم لیل سر هنگ خالا جدا د فکرم لگور باوری من امریکا سروکتی خویا جهانی وندا کریه ام تولی بویرن ایران روجلاتا ناوین امریکای لاتین بونه ما حکمت گوهراندن ما به کمپانی خواه به پری خواه و چکین خواه مدا خالا وان ولاتان کر و آن نهاجی مروفتن سرسینورین ما چارلز باورز سفیر امریکا بولیویا لسال 1991 تا 1994 در سردم سفیر چارلز سفارت امریکا لابیزا پایتخت بولیویا یک جمازنترین و بزحمتترین سفارت بو لباشور امریکا سفیر شلچر که در سال 2003 دم جنگ عراقی دجوار و که ریوبر تاسک فورس گلک زحمت دیتیه هروسا تامس آلن سوارتز میجونویس و نویسر لپیوندین دروی امریکا و که گنهبار لمیجوا هفچرخ و یا اوروپا و هروسا پیوندی نیو دولتی هتناس کرن مهوان حسن ناشویل تنسی